مظلوم افغانستان. تبدیل افغانستان به پاریس فرانسه توسط امارات اسلامی. در این برنامه در مورد اقدام تازه و نیک امارات اسلامی می‌پردازیم که این اقدام افغانستان را بهتر از فرانسه خواهد ساخت. پس تا آخر ویدیو ما را همراه بوده، ویدیو را لایک و کانال یوتیوب ما را سابسکرایب کنید تا در اسرع وقت بیننده کدوم رویدادها و دستاوردها از افغانستان باشید. هموطنان عزیز، خوشبختانه از چندی بعدی سو شاهد ساخت و صلح شاروالی کابل برای زیبایی کشور ما بودیم که از این جمله آغاز کار ساخت سرک‌های جدید و بزرگ در کابل، ساخت چهارراهی ملک اصغر به صورت بسیار زیبا، بازسازی پل‌سوخته و جمع‌آوری معتادین از پول سوختن، ساخت دستگاه تصفیه هوا برای صاف ساختن هوای کابل، ساخت چهارراه متحرک در کابل و یا هم خبری این که زانگوها در ولایت نورستان از یک کوه به کوه دیگر نصب می شود. این ولایت را به یک ولایت سیاحتی و زیبا تبدیل می کند که همه این اقدامات باعث شده کشور ما زیباتر شود و یک قدم دیگر به سوی آبادی پیش برویم و این اقدامات و این ساخت ساز ادامه دارد که ما امروز شما را از یک اقدام جدید شاروالی کابل با خبر می سازیم که کابل را به پاریس فرانسه تبدیل می سازد. هموطنان عزیز، یک ماه قبل از امروز شاروالی کابل کارساختی از چهارراه شبیه برج ایفل را در سرک 15 وزیر محمد اکبر خان به یک شرکت خصوصی واگذار کرده بود و این شرکت کارساخت این چهارراهی را آغاز کرده بود. این چهارراهی به طول 28 متر و عرض 14.4 متر است و شکل برج ایفل را دارد، اما در بالای این برج یک کوه سفید در نظر گرفته شده است و در پایین برج آبشارهای کوچک در نظر گرفته شده است و تا حال حاضر 60% کار این پروژه ختم شده و طبق پیش بینی ها تا عید رمضان کار این چهارراهی و این برج ختم شده و افتتاح می شود و این برج باعث زیبایی بیشتر کشور ما خواهد شد. عزیزان، نظر خود را در این مورد برای ما بنویسید و ما به پایان ویدیو رسیدیم. سپاسگزارم که ما تا آخر ویدیو همراهی کردید. برای بقیه از ویدیوهای اینجا ما حتما کانال یوتیوب ما را سابسکرایب کنید تا ویدیوی دیگر